با عقیده تعدادی از نظامیان و دیپلمات‌های غربی پیشروی اوکراین در جنگ با کمک‌های به ایست غرب وابسته خواهد بود. دیوید پتریوس گنرال بازنشسته آمریکایی میگوید اگر کنگره آمریکا با کیف 61 میلیارد دلار دیگر بدهد، اوکراین از کشورهای دیگر هواپیماهای F-16 و موشک و سیستم‌های ضدی راداری بگیرد. هواپیماهای اوکراینی نزدیک به جبهه‌های جنگ پرواز کرده می‌توانند. اما همه این هم به قول پتریوس برای رخنه خط دفاعی روسیه در جنوب و شرق کافی نیست. اوکراین باید یک خط مدافعی عظیم را با نام خط سوروکین بشکند. آنگاه در فضا قدرت پیدا می کند. ولی من باور ندارم که تعداد هواپیماهای غربی برای این کار کافی باشد. فردریک کاگان که برای پژوهشگاه جنگ می نویسد می گوید که به موشک‌های غربی ضربه های هوایی روسیه در شهرهای اوکراین به مثل کیف و خارکوف نشان رستر می شوند و جنگ می تواند سال‌ها ادامه کند. به عقیده جان هربست تحلیلگر دیگر، روسیه در جنگ پیروزی تام را به دست نمی آورد. در بدترین سیناریو هم اوکراین به تمام فتح نمی شود. اوکراین زمان جنگ جهانی دوم سالها به ضد روسیه جنگ پارتیزانی برد. امیدواریم کار به اینجا نرسد. خسته شدن روسیه از جنگ می تواند یک چیز دیگری مثبت برای اوکراین باشد. به ادعای بریتانیا اگر تلفات سربازان روسیه به همین منوال ادامه کند، تا سال 2025 از 5 میلیون نفر می گذرد. مایکل کافمن تحلیلگر نظامی می گوید روسیه به نیروهای علاوه‌ای احتیاج دارد. روسیه می تواند به قدر کافی سرباز جمع کند، اما برای عوض کردن نیروها آدم ندارد. از این رو باید سرعت جلب سربازان را 2 برابر زیادتر و یا سربازان علاوه‌ای دعوت کند. مجله پالیتیکا در امریکا ماه دکبر با تکیه به یک منبع در حکومت جو بایدن نوشت امریکا سیاست کمک به اوکراین را به تدریج به سیاست سازش صلح با روسیه تغییر می‌دهد. به قول تحلیلگر هزر کولی، اوکراین صلح را که روسیه می‌خواهد هیچگاه قبول نمی‌کند. روسیه همه چی را می‌خواهد. آنها می‌خواهند در کیف حکومتی دست نشانده داشته باشند و اوکراین همچون کشور مستقل وجود نداشته باشد. اما همه تحلیلگران میگویند حادثه غیر انتظار به مثل مرگ یگان رهبر جهانی، فلاکت عظیم طبیعی، جنگی نو میتواند وضع در اوکراین را دیگر کند.